چرا هیچکی بازخواست نشد؟ چرا وزارت اطلاعات استیضاح نشد تو مجلس؟ چرا تعارف میکنن نمایندگان ما؟ از چی میترسن؟ چرا وزیر اطلاعات استیضاح نشد؟ این چه امنیتی برای کشور ایجاد کردید؟ آقا بودجه‌شو رو قطع کنید. اگه به درد میخوره قطع کنید. 21 نفر تو یک شب شهید شدن. ککتون نگزید. هر کسی که پیشنهاد داد دوربین سازمان انرژی اتمی تار موی دختران رو بش Iruin Darrak! ¡Pamplonesas! ¡Pamploneses! ¡Viva San Fermín! ¡Hola San Fermín! ¡Stop genocide! ¡Free Palestine! رشته داروسازی دانشگاه تهران ترم 6م ولی هر سال کنکور میدم به عشق کنکور. داوطلبی که دانشجوی رشته داروسازی بود ولی عاشق شرکت کردن تو کنکور بود. من پارسال 80 شدم رتبه‌ام. فیزیکم 100 زدم. آقا وایس اصلا من موندم. خب تو که 80 چرا باید دوباره می کنکور کنکور کیف میده.